در قلب کوههای یخزده اورال شمالی حادثه‌ای رخ داد که نه تنها روسیه بلکه تمام جهان رو تکان داد. در زمستان سال 1959 9 جوان با انگیزه و ماجراجو برای فتح قله‌ای به نام اوتورتن راهی شدند، اما هرگز باز نگشتند. آنچه در پی یافت شد صحنه‌ای بود که بیشتر شبیه کابوس بود. چادری پاره شده از داخل، رد پاهای عجیبی در برف، اجسادی پراکنده با جراحات غیر قابل توضیح، لباسهای آغشته به رادیواکتیو و زبانی که از دهان یک دختر جوان ناپدید شده بود. پرونده‌ای که بعد از 65 سال هنوز هم بسته نشده است. پرونده گذرگاه دیاتلوف. گروه از 10 نفر تشکیل شده بود، اما یکی از اونها در میانه راه بازگشت و زنده ماند. این افراد همگی دانشجویان یا فارغ التحصیلان مؤسسه پلی‌تکنیک اورال بودند. جوانانی در اوج انرژی و شور زندگی. و اسامی آنها: نفر اول ایگور دیاتلوف، 23 ساله، رهبر گروه، دانشجوی مهندسی رادیو، فردی منظم و مصمم. نفر دوم زینا کولمو گوروا، 22 ساله، دانشجوی رادیو، پر انرژی، محبوب و اجتماعی. نفر بعدی یوری دوروشنکو، 21 ساله، جوانی قوی هیکل و خوشخنده. نفر چهارم اسمش بود لیودمیلا دوبینینا، 20 ساله بود، ورزشکار و مصمم بود. نفر پنجم یوری کریونیشنچنکو، 23 ساله، اهل شوخی و خنده. نفر ششم نیکولای تیبو برنیول، 23 ساله، خوش سیما و پرشور بود. نفر هفتم الکساندر کولواتوف، 24 ساله، آروم و اهل مطالعه بود. نفر هشتم رستم اسلوبودین، 23 ساله، ورزشکار و مردی قوی بود. نفر نهم سمیون زولواریوف، 38 ساله، از کهنه سربازای جنگ جهانی دوم بود. نفر دهم یوری یودین، آخرین بازمانده، به دلیل بیماری از اول مسیر بازگشت و زنده ماند. هر کدوم از این افراد یک داستان زندگی داشتند و همشان در آن سفر داستانشان به یک نقطه ختم شد. در روز 23 ژانویه سال 1959 گروه از شهر سوردلوفسک، همون اکاترینبورگ امروزی، حرکت کردند. ابتدا با قطار، بعد با اتوبوس و کامیون، تا اینکه به روستای ویدای رسیدند. از اونجا مسیر پیاده روی در برف و کوهستان آغاز شد. در 28 ژانویه یوری یودین به دلیل مشکلات سلامتی، درد کمر و روماتیسم، مجبور شد برگرده و همین تصمیم بود که زندگی اون رو نجات داد. اما بقیه 9 نفر به مسیرشون ادامه دادن. در روزهای آخر ژانویه گروه به کوه خولات سیاهل رسید، نامی که در زبان مردم بومی مانسی به معنی کوه مردگان است. در روز 1 فوریه 1959 گروه تصمیم گرفتن به جای حرکت به سمت جنگل، چادر را بر روی دامنه شیبدار کوه برپا کنند. دلیل این تصمیم هرگز روشن نشد. شاید برای تامین شرایط سخت بود، شاید هم برای صرفه‌جویی در زمان. اون شب آخرین شب زندگی اونا بود. وقتی تا اوایل فوریه خبری از گروه نشد، خانواده‌ها نگرانشون شدن. ارتش و دانشجوهای داوطلب برای جستجو به منطقه اعزام شدند. در روز 26 فوریه آنچه پیدا شد فوق‌العاده وحشتناک بود. چادر پاره شده بود از داخل، انگار که افراد در وحشت فرار کرده باشند. وسایل شخصیشون از غذا و پول و حتی کفشاشون دست نخورده بود. رد پاها به سمت پایین دره، اما بدون کفش یا فقط با جوراب. اجسادشون پراکنده در مسافت‌های مختلف افتاده بود. اولین اجساد یوری دوروشنکو و یوری کریونیشچنکو، نیمه برهنه، در کنار آتیش سوخته با آثار سوختگی روی بدنشون پیدا شدن و بعدیا ایگور دیاتلوف و زینا کولمو گوروا و رستم اسلوبودین، هر سه در حالت تلاش برای بازگشت به چادر. و آخرین 4 نفر پس از 2 ماه پیدا شدن در دره‌ای پر از برف. آنها جراحاتی مرگبار به همراه داشتند. لیودمیلا دنده ها شکسته و زبونش کنده شده بود. تیبو برنیول جمجمه‌اش خورد شده بود. زولواریوف و کولواتوف شکستگی شدید دنده هاشون به همراه داشتن. پزشکای قانونی گفتن این جراحات شبیه به تصادف رانندگیه، نیروی عظیم نه ضربه‌های معمولی. نکات عجیب این داستان اولیش این بود که چادرشون از داخل پاره شده بود. بعدی هم کوهنوردا تو سرمای منفی 30 درجه پا برهنه یا نیمه برهنه فرار کرده بودن. بعدی برخی لباس‌ها رادیواکتیو به همراه داشتن. زبان لیودمیلا کاملا از بین رفته بود. و قسمت آخر شاهدان محلی اون شب گزارش نورهای نارنجی در آسمان دادند.
پرونده در سال 1959 با این جمله بسته شد: مرگ اونها ناشی از نیروی طبیعی و ناشناخته بوده است. اما تا امروز 10 نظریه مطرح شده. اولین نظریه بهمن، ترس از ریزش برف باعث فرارشون شده، اما زاویه شیب و شواهد زمین شناسی با بهمن سازگار نیست. نظریه دوم آزمایش نظامی شوروی بود که در اون میگفت منطقه برای تست موشک یا مواد شیمیایی استفاده شده. رادیواکتیو شناخته شده این فرضیه را تقویت میکرد. نظریه بعدی وجود موجودات ناشناخته یا همون یتی‌ها بود. برخی آثار پا در برف و شایعات محلی این فرضیه را ایجاد کرد. نظریه چهارم وجود بیگانگان یا همون یوفوها بود. شاهدان محلی یه نورای مخصوصی دو آسمان می‌دیدن. نظریه پنجم صداهای اینفراساند بود. بادهای شدید صدایی تولید کردند که باعث وحشت و رفتار غیرمنطقی شده. و نظریه ششم درگیری داخلی بین تعداد افراد بود، اما هیچ نشونه‌ای از نزاع روی بدنها وجود نداشت. حالا در سال 2019 مقامات روسیه دوباره پرونده رو باز کردن و نتیجه رسمیشو اعلام کردن. بهمن کوچیک و شرایط سخت جوی علت مرگ بوده است، اما کارشناسان بسیاری این رو رد کردن. اونا میگن شواهد مثل زبون قطع شده و رادیواکتیو و جراحات شدید با بهمن همخونی نداره. امروز اون منطقه به نام گذرگاه دیاتلوف شناخته میشه. گردشگران، محققان و علاقه‌مندان هر سال به آنجا میروند، اما راز شب 1 فوریه 1959 همچنان در مه و برف اورال باقی مونده است. 9 جوان پر از امید در کوهی به نام کوه مردگان با مرگی روبرو شدند که نه علم و نه منطق هنوز توضیحی قطعی برای آن ندارد. پرونده دیاتلوف ترکیبی از تاریخ، وحشت و راز است. نه تنها داستانی درباره مرگ 9 نفر، بلکه روایتی درباره محدودیت‌های انسان در برابر طبیعت و ناتوانی علم در توضیح ناشناخته است. شاید حقیقت هرگز روشن نشود. شاید راز آن شب برای همیشه در برف‌های اورال دفن شده باشد. دهه‌ها بعد هنوز هیچ کس پاسخ روشنی ندارد. 9 نفر جان خود را از دست دادند و راز آن شب همچنان باقی مانده است. در گزارش رسمی تنها یک جمله نوشته شده: نیروی قهریه ناشناخته. تا به امروز هیچ کس حقیقت رو نمیدونه. حادثه گذرگاه دیاتلوف یکی از بزرگترین رازهای حل نشده تاریخ باقی مانده است.